دوستای عزیز، دیشب از این منطقه ما طوفان گذشت. باران بود و باد شدید، بعضی جا بیشتر زده بعضی جا کمتر زده. اگر بینیم و درخت بگیرم چپ کرده. این منطقه بیشتر زده از همه. شاخه درخت‌ها رو زمین دیده میشه. شاخه دیگه دیده میشه. دیگه خدمت شما عرض شد که میامه لوروم اگه ببینیم شاخ موخا زیاد شکسته. اون طرف سرک اینجا بیشتر زده. این نقطه که زیاد زده. اونو درخت کلون اگر دیده شه رو شق داده. اما از طرف ما خیریت الحمدلله. دیگه تا بعضی جا طبیعت تر آسیب زده. درخت کلانی هم بوده وردشته. خوش آرخته. همه جا رقصر زیاد نزده. همین چراغ ترافیکرم پیش رو مانه میرم خراب کرده بود. کالک دارم پیاده